عرض درود و احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان و همدلان. اولین جلسه مقدماتی تنبک نوازی رو شروع میکنیم با یادگیری مهمترین و بیسیکترین حرکت در تنبک نوازی به اسم حرکت تون یا باس. علامت این حرکت در کتاب‌های تنبک نوازی به صورت علامت سوال هست که ما در این کلیپ ها میخوایم بیشتر روی شنیداری این تکنیک ها کار کنیم. حرکت تون با دست پایین اجرا میشه به طوری که 4 انگشتای دست پایینمون رو خم کرده و در قسمت نزدیک به مرکز تنبک ضربه میزنیم. بعد از اتمام ضربه حرکت ما روی پوست تنبک نباید باشه. بعد از اینکه حرکت دینش رو ادا کرد باید دستمون رو بلافاصله برداریم. دو قسمت از مچ ما روی پوست ضربه میخوره. یک سر انگشتامون هست و 2 گل مچمون هست، یعنی اینجا. ولی تاکید اصلی روی انگشتامونه. صدایی که باید بشنویم صدای تون باید باشه. اگر صدای ناخن یا تاپ تاپ بود تون ما ناسالم هست. این صدا رو باید بشنویم. برای ایجاد ضربه مقدار باید به مچمون زاویه بدیم به سمت پایین. و اما ساختار دقیق این حرکت. برای اجرای این حرکت باید ساختار تممون رو طوری در نظر بگیریم که باید فرض بگیریم میخوایم کنار یک چشمه آب مقدار آب برداریم داخل مچمون بریزیم. بنابراین انگشت ها باید کاملا جمع و خمیده باشند به این صورت و هیچ راه روزنه‌ای برای شره آب داخل مچمون نداشته باشه به این صورت. انگشت ها منظم کنار یکدیگر باید چیده بشند، عقب و جلو به هیچ عنوان نباشند، شست اینجا قرار بگیره، یک مقداری شستمون با انگشت اشارمون باید فاصله داشته باشه و سر شستمون روی انگشت اشاره باید قرار بگیره، یه مقدار پایین تر، اینجا نه، پایین تر. و اینجا که همون گل مچمون هست باید ضربه بخوره روی لبه تنبک و تاکید اصلی باید روی انگشت هامون باشه توی اجرای حرکت باس یا تون به این صورت. و اما تمرینی که باید در نظر
نظر بگیریم برای تقویت و سرعت دهی به توم تمرین 4 3 2 1 هست که البته این تمرین پس از شکلگیری کامل و صحت حرکت توممون آغاز میشه. اسم این تمرین هست 4 3 2 1. 4 تا توم میزنم، بعد 3 تا توم میزنم، بعد 2 تا توم میزنم و در نهایت 1 دونه توم میزنم. این باید فرم سرعت دهی خوبی داشته باشه. پس شد 4 3 2 1. میتونم بشمارم 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 و به این فرم سرعت میدم. به ضربات قوی میگیم اکسنت یا آکسان یا اسلپ که با علامت کوچکتر نشونش میدن. میخوایم که روی شماره 1 اسلپ داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی توم قوی تری داشته باشیم نسبت بقیه ها. روی 1 ها یعنی روی 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 که در واقع میشه 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. اینا رو خوب تمرین کنید دوستان و وقت بذارید. تا وقت نذارید و ریاضت نکشید به اون خواسته‌ای که در ذهنتون هست نخواهید رسید. پس بنابراین وقت بذارید، اینا رو با جدیت هر روز تمرین بکنید و نیازی هم نیست که حالا حتما ساز آنچنانی براتون در نظر گرفته بشه و اگه سازتون نباشه دست به ساز نمیبرید و نه. روی زانو، روی میز، روی فرمون ماشین، روی هر شیئی که شما در نظر داشته باشید که فضای خوبی باشه برای ایجاد ضربه میتونید تمرین بکنید. البته این در شرایطی که ساز در اختیار شما نباشه. پایان جلسه اول حرکت توم را حتما کار کنید تا 7 روز دیگه که جلسه دوم رو شروع کردیم دیگه عیب و ایرادی روی توم نداشته باشید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.